پرولین عسل چیست و چه خواصی دارد؟ پرولین عسل مهمترین شاخصه تشخیص کیفیت عسل طبیعی است که فقط در آزمایشگاه قابل اندازه‌گیری است. توضیح ویژگی‌های شیمیایی پرولین در عسل. پرولین ترکیبات آمینه. پرولین یک آمینو اسید اصلی است که در ساختار پروتئین‌ها و پپتیدها نقش دارد. غلظت پرولین. غلظت پرولین در عسل می‌تواند به عنوان یکی از پارامترهای مهم در تعیین کیفیت عسل مورد استفاده قرار گیرد. 3. ویژگی‌های شیمیایی دیگر. در تحلیل شیمیایی عسل، پرولین به عنوان یکی از اجزای مهمی در تشخیص میزان اغلب مواد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربردهای پزشکی و بهداشتی پرولین عسل. 1. ضد التهاب و آرامش بخش. پرولین عسل دارای ویژگی‌های ضد التهابی است که می‌تواند در کاهش التهاب‌های مختلف در بدن مفید باشد. 2. سلامت پوست. پرولین عسل به عنوان یک ضماد طبیعی و آرامبخش مورد استفاده قرار می‌گیرد. 3. تسکین علائم زخم‌ها. پرولین عسل می‌تواند به عنوان یک ضماد طبیعی برای درمان زخم‌های پوستی مانند زخم‌های جراحی، زخم‌های برگشتی و زخم‌های فشاری استفاده شود. 4. ضد باکتریال و ضد میکروبی. پرولین عسل دارای خواص ضد باکتریال و ضد میکروبی است که می‌تواند در پیشگیری از عفونت‌ها و درمان برخی از مشکلات پوستی و عفونت‌ها مؤثر باشد. تست یا آزمون پرولین عسل. یکی از مهمترین روش‌های تشخیص عسل طبیعی میزان پرولین عسل است. فروشندگان با داشتن برگه آزمایش عسل می‌توانند خریدار را به خرید یک عسل ارگانیک و طبیعی مطمئن کنند. دومین معیار کیفیت عسل شناخته شده است. البته این چیزی نیست که بتوان از روی طعم یا عطر عسل متوجه آن شد و مقدار دقیق آن را تنها در آزمایشگاه صنایع غذایی قابل اندازه‌گیری و بررسی است. هنگام ارسال نمونه عسل به آزمایشگاه تست‌های مختلفی روی عسل انجام می‌شود که توضیحات کامل آن در مقاله دیگری تحت نام تست عسل به زودی در همین سایت ارائه خواهد شد. یکی از مهمترین این آزمایشات بررسی مقدار پرولین در عسل است که طبق استاندارد ملی ایران سال 92 این مقدار باید بیشتر از 180 میلی گرم در 1 کیلوگرم باشد و هرچه که این مقدار بیشتر باشد نشان دهنده کیفیت بالاتر عسل است.